شام بخیر دوستان عزتمند. برنامه خاطره هاست از تلویزیون سفینه و من چون همیشه با شما زرینه رحیمی. اینک دوستان عزیز بازم یادی از خاطره ها میکنیم. یادی از موسیقی کسبی تاجیک، یادی از شش مقام و یادی بازم از همان آفریده های بکنیم که در خزینه طلایی موسیقی کسبی تاجیک ثبت شده است و قرار است بازم با انزمبل شش مقام یک چند ترانه رو بازخوانی بکنیم و فعلا انسامبل اعضای انسامبل با همراهی رهبری آن جمشید ارگاشف در استودیو قرار دارند. تشکر که اومدید. تشکر که دعوت کردید. و گمان میکنم با مثل هم برنامه هایی که گذاشتن گمان میکنم برای تماشابین پسند اومد، چرا که واقعا هم ترانه های زیبا رو خواندیم، یادآوری کردیم و کمی به قلب هایمان تسکین بخشیدیم و امروز نیز میخواهیم همین گونه یک برنامه جالب رو پیشنهاد کنیم. بله، همه کوشش خود رو به خرج میدیم که کمی باشد هم همین بازخوانی که ما کرده استودیم مقبول تماشابینان شود. تشکر. و امروز چرا پیشنهاد میکنیم؟ کدام ترانه ها رو؟ امروز ما تصمیم گرفتیم با موهبه بانو یکی از سرودهای زیباترین باز هم در اجرای هنرمند مردمی تاجیکستان استاد برنای ساق و استاد زنده یاد ما استاد بزرگ فضلالدین شهابوف یک ترانه زیبای با عنوان آرزو دارم است میخواستیم پیشکش مخلصان گردانیم. فکر میکنم که خوب آماده کردیم این ترانه رو و اینک قضاوت از شما و از تماشابینان است. تشکر زیاد. و موهبه الکی یک چند مرتبه در برنامه ما اشتراک کردند و پیش از آنی که موهبه شروع میکنند با خواندن ترانه برای من گفتن که موهبه خیلی صدای زیبا داشته است، صدایش قوی بوده است. میگویند یک دخترک نازک بوده است اما اینقدر صدای زیبا. از اینجا برمی آید که یک چند نفر که دیدن مقبول افتاد. همین است که ما موهبه رو دیگر بار دعوت کردیم که تا برای ما شش مقام سرایی بکنند و همین ترانه هم خیلی زیباست، انتخاب هم خیلی خوب و بیاد موهبه شروع میکنیم. رسیدن آرزو دارم دو بیت از لالی جان بخشد شنیدن آرزو دارم دو بیت از لالی جان بخشد شنیدن آرزو دارم میانی دلنشینی همچو شمع و من چو پروانه تو را هر دم بگیردی سرپریدن آرزو دارم تو را هر دم بگیردی سرپریدن آرزو دارم. گلستانی سر تا پایتی غارتگری دلها گلی وصلی از این گلزار چیدن
آرزو دارم گلی وصلی از این گلزار چیدن آرزو دارم چوشمی زنده در وزمی وصالت تا سحر سوزانم سری خود را به پای خویش دیدن آرزو دارم من تو را گفتم دیگر خساب یک شب بر سری کویم پریدن جان سپردن آرمیدن آرزو دارم پریدن جان سپردن آرمیدن آرزو دارم جانم تشکر محیبا جان. بله بعد از شنیدن همین ترانه بعد از اونی که ترانه به اتمام رسید گمان میکنم که انسان میخواهد که یک دم سکوت بکند اندیشه بکند از اون چیزی که محیطش است از اون چیزی که احاطه‌اش کرده است زندگیش چگونه رفته ایستاده است. تشکر برای همین ترانه خیلی زیبا اجرا کردنتون و ما دیدیم که در اجرای همین ترانه اعضایان انسمبل ننواختن موسیقی زیاد نبود اسباب‌های موسیقی تنها تنبور بود صدای تنبور بود و تنها صدای شما بود. محیبا بگوید که هنگام سراییدن ترانه با یک اسباب مسئولیت بیشتر است مشکلی بیشتر است و یا اگر اعضایان انسمبل همه بسرایند؟ برای من بیشتر با صدای تنبور بیشتر پسند است. گمان میکنم با اون خاطر که صدایت بیشتر شنیده میشود. مقصد ما با هموازی یکدیگر خوشتر صدا میدهد زیباتر. میدونید این اصلا یکی از عنعنه‌های اصیل ششمقام سرایی است یعنی که فقط تنبور با صدا. این شکل همون شکل اساسی مکتب استاد و شاگرد است. یعنی که ما که امروز ترغیبگری مکتب عنعنه‌های اصیل ششمقام سرایی که هستیم و در مکتب اینترنت میانه مخصوصی صنعت جمهوری به نام میرت اللطایف ما همین در شعبه عنعنوی همین چیز رو خوب براه مانده ایم که همین مکتب استاد و شاگرد یکی از عنعنه‌های اصیل که هست همین مکتب از بین برای نرفتنش باید حتما در همین شکل یعنی تنبور و صدا در این شکل میدونید همه نازکی ها همه گویم برد یا باختی خود رو سراینده خوب میشنود خوب درک میکند یعنی که صدای دیگری نیست تمام دقتش به یک اسباب روانه میشه. درست و سازهای موسیقی بعضا میشود که هنگامی با انسمبل مطربان سراییدن البته انسمبل مطربان کوشش میکنند که بعضی کمبودی‌هایی که هست نازکی‌هایی هست روی پوش کنند. در این حالت مسئولیت سنگین‌تر است مسئولیت وزنین‌تر است و به خاطر آن که فقط
حتی ضرب هم نیست، فقط صدای تنبور است، سراینده است. برای نوازنده ساز تنبور نیز بسیار دشوار است، باید خوب درک کند سراینده را، دردی او را خوب باید بداند و همون همه تابیش‌ها و ناله و براریش فرارش‌هایش را باید یک جویه این کار را به انجام رسانند تا اینکه در کل در مجموع سرود این یا آن سرود باید زیبا صدا دهد. باز یک سببش این که برای چی ما در همین شکل پیشنهاد کردیم استاد فضلین شهاب هم با همین طرزی گوییم یک نوازی با تنبور و با آوازخوان در همین شکل کاری خود را بیشتر به انجام می‌رسانیدند. خودشون می‌نواختند؟ بله، خودشون تنبوری، بله خودشون که تنبوری به همتا بودند و با استاد برنامه ساق شاگردی اون کس بودند. بسیار ثبت‌هایشون هست که فقط تنبور و صدا، نوابسته از حجم سرود، بسیار سرودهای بزرگی 6 مقام هست که حجماً خیلی بزرگ هستند، اما فقط با صدای فقط تنبور صدا داده ثبت کرده هستند و ما هم نیز همین چیز رو پیشه خود کردیم. بهتر می بود اگر همین سرود به همین شکل صدا دهد و فکر میکنم که درست هم انتخاب کردیم، خوب هم صدا داد. به همین شکل سراییدن ترانه ها بیشتر برای همون نفرانی است که اگر در محیط خانه گوش کنند، یعنی در تالارهای کنسرتی مخصوصا ترانه بود که در محیط خانه مثلا اهل خانواده باشد و یا تنها نشسته همین ترانه رو گوش کنند. میدونید در تالار هم در وقتی برنامه کنسرتی اگر چند سرود با همراه مطربان با هم سرودهای با همه نازکی‌هاش اگر صدا دهند، در بینش اگر یکی از نمره ها اگر به همین طرز باشد، فکر میکنم که به شنونده هم راحت میبخشد، زیرا که بعد از موسیقی غلغله‌دار یا خود بلند صدا دادن یکی صدا فقط صدای یک ساز موسیقی و تنها آواز. البته احساسی سراینده هم نوازنده بسیار بلند باید باشد، برای آنکه در این حالت فقط با احساسات و با اجرایش خود میتوانند هم نوازنده هم سراینده نشان داده توانند صنعت خود را. البته مسئولیتش خیلی زیادتر است. وقتی که با تنبور فقط درس میگذاری آماده میکنی، با انسامبل خواندن نیز دشوارتر میشود، برای آنکه انسامبل قالب خود را دارد، چارچوبه خود را دارد، خاراکتر خودش را دارد. فکر میکنم موهبه بانو از عهده هر دوی این شکل نیز برآمده ایستاده است و امیدهای کلانی نیز داریم که در آینده یکی از آوازخوانان خوبی کشوری ما میشود. آهنگ فضل‌الدین شهاب. بله. و هنگامی که همین ترانه رو من شنیدم، از نوارها پیش خیالم مثلا کدهایی که لبی دریا گذاشته شده بود، مثلا تنبور می نواختن و یک نفر می سرید، همون پیش نظرم اومد. پیش نظر شما چی اومد؟ ببینید که شاعر چگونه گفته است: شب ای مه به پابوست رسیدن آرزو دارم. یعنی که خود شعر را همین خیل خواندن خود الکی یک کیفیت خاصی دارد، یک مضمون و محتوای خوبی دارد. بزرگی استاد را میخواهم تاکید کنم که به همین شعر همچنان آهنگ ایجاد کردن که قدر و قیمت شعر چند برابر دیگر زیاد می شود. مادرم میگوین که هنگامی که به برنامه‌های کنسرتی میرفتیم، هنگامی که دانشجو بودن، میگوید ما نه تنها به یک برنامه کنسرتی میرفتیم، همچنین همون برنامه کنسرتی یک محفل ادبی نیز بود. بله. محفل شعر هم بود. محتوای همون ترانه‌هایی که سراییده میشدن خیلی بلند بودن و احساس میکردیم که در همون لحظه‌ای که ما در کنسرت قرار داریم، مثلا آثار ادبیان کلاسیک رو در کتاب خودمون ورق‌گردان میکنیم. درست، برای آن که ذوق مردمی ما در حقیقت بسیار بلند است، درک شعر، درک معنی بسیار خوب درک میکنند. برای همین آوازخوانان یک مسئولیت بزرگ دیگری هم هست در دوش دارند که وابسته به ذوق مردم باید بسرایند و ما نیز کوشش میکنیم که به ذوق همونا شعر انتخاب کنیم. بسیارتر شعرهای کلاسیکون ما را استفاده میبریم. در حقیقت معنی بسیار بلند دارد، فلسفه بسیار چقوری دارد که اول سراینده خوب خودش باید درک کند. وقتی که خودش خوب درک میکند بعدا میتواند مضمون و محتوایش را به شنونده بفهماند. و یک جهت فرق کننده فعالیت استاد فضل‌الدین شهابوف نیز در همین بوده است که مثلا در زمان حاضر آوازخوان‌ها، سراینده ها خودشان متن را انتخاب میکنند، اما میگویند که آهنگی که می آفریدن خودشان متن انتخاب میکردن برای همین آهنگ. چخیلی که گفتم آهنگ با شعر چخیلی توأم است. استادان شعر رو خوب انتخاب میکردند و درک خودشان
بعداً به همون شعر به همون معنی در همون دنیا آهنگ ایجاد میکردن. ببینید که چه خیلی آهنگ ها با متن شعر بسیار توأم از بسیار خاصیت دیگر هستند. فکر میکنید که همین آهنگ یا خود همین شعر برای همین آهنگ تولید شده است یا خود ایجاد شده است. و امروز کمبودی در بعضی جاها دیده می شود که شعر با موسیقی توأم نیست یا اینکه سطح شعر کمتر پستر است و امروز کوشش غیرت همه استادان در همین است که حتما باید شعرها از نظر متخصصان گذرانیده شود و آهنگها از نظر این متخصصان. ببینید چه خیلی موسیقی‌هایی که امروز ما بازخوانی کرده ایستادیم جاویدانه هستند. اینو اگر هزار ساله ها صدادیان هم بدیل هیچ کس نمیزنند. یعنی که همه باز هم میخوان که بازخوانی کنند. همچنین ما باید چیزها رو بیافریم که به نسل آینده ما همچنین باقی ماند و اونا هم نیز بازخوانی کنند که 100 سالها عمر بینند. تشکر میگویم به موهبه و دوستان عزتمند. این برنامه خاطره هاست و بعد از یک لحظه ما ادامه میدیم. کاتش بدلی شیشه و ساغر زده باز آن زلفی پریشان زده شانه ندارد بر دفتری دلهازی چی بستر زده باز آن زلفی پریشان زده شانه ندارد بر دفتری دلهازی چی بستر زده باز زیتابی عرقی شد بر کل بیما کشیدیگر زده باز چشمش ای سرمه چرا حلقه در این دم زده باز
باز به دل ز فروغی گوهری نظمی جهان تا دامن و چراغی مهو اختر زده باز دامن و چراغی مهو اختر زده باز تشکر زیاد دوستان عزتمند. ترانه معروف زلفی پریشان بود که تاکنون ما همین ترانه را در برنامه‌های کنسرتی خیلی زیاد میشنویم و همین ترانه را فعلا شوکت اربابов آوازخوانی انسامبل ششمخم فیلارمونیای دولتی جمهوری تاجیکستان سراییدند. تشکر. همین ترانه را آوازخوان‌های خیلی زیاد سراییدند. حتی در زمان حاضر در برنامه‌ها ما می‌بینیم که مثلا گروهی می‌سرایند. هنگامی که بر شما پیشنهاد کردند و یا هنگامی که انتخاب کردید همین ترانه رو چگونه تمرین کردید؟ صدایتون رو با اصلی همین ترانه نفری که اولین مراتب سراییدند مقایسه کردید و یا صدایتون رو با نوت موافق کردید، مطابق کردید بعد سراییدید؟ سلامت باشید. راستی ما هنگامی که استاد همین سرود رو با ما پیشنهاد کردن که همین سرود رو باید تمرین کنیم، ما طولی هفته با دسته نوازندگان این سرود رو تمرین کردیم و البته از روی نوت هم این رو تمرین کردیم و از روی اون استادانی که را سراییدن با اونها مقایسه کردن همین رو با استاد تمرین کردن. باز خواستیم با بینندگان خود پیشکش کنیم. تشکر زیاد. و یک ترانه گمان میکنم خیلی مشکل است. ترانه است که هر یک ثانیه خیلی نقش مهمی بازد، هم در اوج مثلا صدا هم در موسیقی. یکی از ترانه‌ای است که باید آوازخوان سطح کسبیتش به جای باید رسیده باشد که این سرود رو باید اجرا کند و حتما هر یک آوازخوان میخواد که در کوربار ایجادی خویش داشته باشد این سرود رو. در حقیقت سرودی هم از روی شکلش دشوارتر است، هر صدا هم این سرود رو سراییده نمیتواند، با همه آوازخوان‌ها هم با همون صدایشون بر نمیخورد، چون یکی از سرودهای بسیار مشهور و آوازه‌دار است. بله خیلی معروف است. سراییدنی بازخوانی کردن این سرود هم خیلی مسئولیتش بلند است، بسیار دشوار هم است. مهمش همین است که در وقت تمرین چنین سرودها رو که بسیار سراییده هستند، قریب که همه آوازخوان‌های معروف ما سراییده هستند که با آواز شوکت جان مطابق است و یک شکلی باشد که عموما همه طرفه شوکت جان توانند که خوب اجرا کنند، خوب سرایند. و البته ما همین هفته که ما تمرین کردیم بیشتر وقت ما با همون نازکی‌های رفت صرف کرده شد که شوکت جان میتوانند همون نازکی‌ها رو سراییده، میتوانند همون چیز رو با شنونده رسانیده توانند. ما در جستجوی همین چیزها بودیم و فکر میکنیم یافتیم هم. البته استاد بریس نمتیف، استاد نیروی امینوف این سرود رو که اولین شده سراییدگی هستند با درجه عالی سراییدگی هستند. بله. و امروز ما کوشش کردیم که اقلا در پایه استادان باشیم و در همون پایه اقلا اجرا کرده باشیم. تاریخ این سرود بسیار جالب است. تاریخ این سرود هر گونه است، هر کسی که شنیده است هر خیلی میگن، اما از اونجایی که ما اطلاع داریم نیروی امینوف یک خصلت داشتن که بسیار شعر خوب درک میکردن و یگان سرود رو فقط با یک متن اجرا نمیکردن. همین سرودی زلفی پریشان مثلا اگر گیریم زلفی پریشان اگر استاد 5 سبک داشته باشن با 5 خیل شعر خوندگی هستند. آهنگ یک کس آهنگ یک است، فقط متنش دیگر است. بسیار تجربه میکردن با متن، شعر دوستدار بودن، شعر رو خوب درک میکردن و از علم عروض هم با خبر بودن. استاد در همین وزن و در همین قافیه جستجو کرده یافته میموندن. اگر با تاریخ نظر کنیم این سرود رو استاد بریس نمتیف هنرمند مردمی تاجیکستان از همین سرود خوبتر شناختند. با همین سرود گویم هم خطا نمیشود و هر باری که من در یگان محفل یا که در یگان توی معرکه در یگان همین سرود رو اگر اجرا کنم حتما مخلصان استاد بریس نمتیف میگن که مانند خوندید یا که شبیه بریس نمتیف اجرا کردید یا که مصلحت میدین که همون طرز خوانید بهتر میشود. فکر میکنم شوکت جان از اون وظیفه‌ای که ما در نزد این کس گذاشته بودیم خوب برآمدن. و بعضا ترانه‌هایی هستند که مثلا از جانب یک نفر بازخوانی میشوند، ولی بعضا ترانه‌هایی هستند که خیلی زیاد سرایندگان با اون ترانه رو میارن، خیلی زیاد میسرایند و همین زلفی پریشان یکی از همون ترانه‌های است و من گمان میکنم که
ҳар як нафаре ки 6 мақом месарояд ва ҳар як барномаи консертие ки 6 мақом аст, консерти 6 мақом аст, дар ҳамон ҷо ҳатман ҳамин тарона ҳаст. яъне ки суруди имтиҳонӣ аст. бале яъне ки гӯем ки овозхонро бо ҳамин суруд имтиҳон мекунанд, гӯем ҳам хато намешавад, зеро ки таҷрибаи хосае бояд овозхоне дошта бошад ки ҳамин сурудро иҷро кунад. ба забони мусиқӣ гӯем ҳамон элементҳои мусиқии бисёр нозук дорад ки ҳар касе ҳам аз уҳдаи ин чиз намебарояд. мардумам низ хеле зиёд ки шунидан ва ҳар нафаре ки месарояд гумон мекунам ба мисли як нафар мутахассис баҳо медиҳанд ки ин сарояда чӣ гуна сарояд. бале ва хоҳиш ҳам мекунанд барои медонед дар бисёр мавридҳо мехоҳанд моро имтиҳон кунанд ва хоҳиш мекунанд ки ҳамин сурудро сароида бошем ва хуб баҳо ҳам медиҳанд ки чӣ гуна сароидему то кадом сатҳ сароидем. чӣ хеле ки гуфтам маслиҳатҳо ҳам медиҳанд ё хуб миннатдорӣ мекунанд. абдуқодир маъниёзов устоди бузурги мо буданд, мегуфтанд ки ҳунармандон шумо сухан карданатон шарт нест, шумо фақат иҷро кунед. яъне ки мутриб навозад, овозхон сарояд, ҳамун кофист ки яъне ки бо иҷрои худ, бо гап не, бо сухан не, бо иҷроиши хуби худатон тасдиқ кунед ки шумо ҳунарманди хуб ҳастед. ва ҳамин чизро мо барои худ як шиоре қабул кардем ва имрӯз мо ҳам мехоҳем ки бештар иҷро кунем ва дар назди мухлисони худ бештар бо иҷроиши худ имтиҳон супорем ки то ин ки онҳо ба мо баҳогузорӣ кунанду агар камбудӣ ё хатогие дошта бошем мо ислоҳ карда бошем ва кори худро дуруст ба роҳ гузорем. ҳамин тарона соли чанд сароида шуда буд? тақрибан солҳои 60 ин чиз эҷод шудааст ё худ коркард карда шудааст. аммо солҳои аз баъди 70 тақрибан наздик ба солҳои 80 оғоз карда аз он ҷое ки устод Борис Наматиев иҷро кардан хеле маъруф шуд. соле агар 50 бор дар барномаҳои консертӣ садо надиҳад ҳисоб нест. махсусан ҳам барномаҳои тантанавӣ хеле зиёд садо медиҳад. ва аз ҳамон сол то кунун ягон тағйирот дар ҳамин мусиқии тарона ворид карда шудааст? умуман тағйироти ҷиддӣ гӯем ворид нашудааст, аммо сабки сароидан албатта зиёд шудааст. чун медонед як сири дигар ҳаст ки мо ҳатман пеш аз ба барнома ҳозир шудан як сурудро қариб ки ҳамаи овозхонаи ансамбли мо месароянд, яъне ки мо супориш медиҳем ки ҳама омода кунанд ва бисароянд ва бо ансамбли мутрибон маслиҳат мекунем кадоме агар хуб сарояд ҳамонро интихоб мекунем. бад нест, фикр мекунам шакли хубашро интихоб кардем. ташаккури зиёд ва мо низ хеле зиёд мехоҳем ки ҳамин тарона солаҳои дигар миёни ҷомеа садо бидиҳад ва бигзор ки ҳамин таронаро мо ҳамеша бишнавем аз телевизион, аз радио, аз сомонаҳои иҷтимоӣ ва биёед як таронаи дигарро боз пешниҳод мекунем. марҳамат, як таронаи дигар бонии ҳунарманди мо Мижгона Бону Иброҳимова ки имрӯз дар байни ҳунармандон ҳамчун Мижгонаи танбурӣ имрӯз дар санъати мо ягона бонуе ки худ танбур менавозад, хуб менавозад, танбурӣ аст. дар ҳақиқат мо як суруде омода кардем бо ин бонуи ҳунар. марҳамат пешкаш мекунем ба шумо. марҳамат, биёед мебинем. شنیدم این سحر از دور آواز ربابت را نوای دل ربای شوخ پرواز ربابت را نوای دل ربای شوخ پرواز ربابت را دلی من می خروشید مثالی چشمم می جوشید دلی من می خروشید مثالی چشمم می جوشید که داروی دل و جان گفتم سازی ربابت را که داروی دل و جان گفتم سازی ربابت را
چمن بینم به هر تارش سرودی دیو که دمن بینم چون آخون میزنی آن رو مثالی سنگ خاموشم که من هم تا بفهمم چون خودت را زیر بابت را که من هم تا بفهمم چون خودت را زیر بابت را نوای عشق آید است صدای آن در آغوشم بر چشم خیالم هر کنار این وطن بینم شبم من صدقه سفتی دور پروازی بابت را شبم من صدقه سفتی پروازی رو بابت را شبم من صدقه سفتی دور پروازی رو بابت را شنیدم یک سحر از دور آوازی ربابت را و همین ترانه را یک زمان خیلی زیاد زمزمه میکردن در هر یک خانه صدا میداد و برابر شنیدن همین ترانه من باور دارم که نسلی همان وقت برابر صدا دادنش زمزمه میکردن و باید همین طور هم باشد و ترانه خوب هم همون ترانه است که برابر شنیدنش همه اون رو نوبسته با اونه که در کدام روحیه هستی زمزمه بکنی و از همین خاطر است که همین ترانه سالهاست که زنده است، در قلب‌های ما زنده است، در خاطره‌های ما زنده است و این یکی از همان آفریده‌های استاد زیادالله شهیدی است که فعلا در استودیوی تلویزیون سفینه صدا داد. بیاد از روزهای تولید همین ترانه یادآوری میکنیم چون استاد زیادالله شهیدی ترانه را گمان میکنم که میسراییدن در میان مردم خیت میشد، محبوب میشد. عموما استادان ما سرود ایجاد میکردن برای زمان خودشون نه. بله. سرود ایجاد میکردن که در همه زمانه ها باید به درد مردم برخورد. متن شعر از انصاری است. همین سرود رو نمیدونم یکم الهامی خاصه باید باشد که یا خود متن خیلی با استاد مقبول شده است. عموما یک سرود تولید شده است که درد دل همه عاشقان است. شنیدم این سحر از دور آوازی ربابت را، یعنی که باز هم همون قصه عشق است، باز هم قصه محبت است. سری هر یک ایجادی که کردند استاد خوب فکر کردند و همه جنبه هایش رو، همه طرف هایش رو به نظر گرفته ایجاد کردند. گمان میکنم که قصه زندگی دیه است. قصه یک نفر جوانی دل داده است، یک نفر دختری دل داده است که در محیط دیه شاید باشند. شاید یا که یکم گویم که در زمان استاد زیادالله شهیدی بود بانویی که به نوازنده سازی رباب عاشق شده است و استاد یافتند همون شعر را، یعنی که همون متنی که سخنی که به مهر درست می آید یافتند و سرود ایجاد کردند که در حقیقت فکر میکنم که به دل چند دخترها بود، چند بانوان بود که در حقیقت عشق پاک داشتند نسبت این یا آن نوازنده یا که خود مطرب. مهمش آن است که سرودی بسیار زیبای دلچسب دلنشین ایجاد شده است که وردی زبانی مردم بود همون زمان. امروز هم یکی از سرودهایی که دوست داشتنی است و در حقیقت از چند بانوانی که من خود شنیدم از استاد برنا اسحاق آغاز کرده تا هنرمندان امروزه ما آزاده بانوش رو اجرا کرده هستند.
امروز میجگان بانو اجرا کرد. در حقیقت سرودی که با بانوان میزیبد. بله. سرودی که نوبسته از دیاپازون آوازشون یا که گویم که تا کجا اوج سرود هست یا نیست، زنها بسیار زیبا میسرایند، صمیمی میسرایند. گمان میکنم همین ترانه یک ناز دارد. بله، یعنی نازی خاصه برای زنها است. استادان وقتی که در حقیقت ایجاد میکردن همه، بازم تکرار شد میگم، همه جنبه ها رو به نظر میگرفتن. یعنی که یک سرود ناز دارد که مرد خونده نمیتواند. چون که گفتم اگر مرد بسراید همون چیز رو داده نمیتواند. بهتر است که زنها بسرایند همین سرود رو و بهتر است که ما مردها فقط بشنویم و لذت ببریم. و تشکر به شما. تشکر از آنی که آمدید امروز همراه با ما بودید، همراه با بیننده های سفینه بودید و به خاطر آوردیم واقعا هم ترانه هایی که شلاگر بودن. بله. و مخصوصا آوازی رباب، زلف پریشان، آرزو دارم. ترانه های هستند که گمان میکنم که تماشابینان ما یک لحظه فراغت برداشتن از برنامه‌ای که پیشنهاد کردیم. اگر همین گونه باشد ما خیلی سرفرازیم. خیلی سرفراز هستیم. خیلی خوشبخت هستیم. و دوستان عزتمند، این برنامه خاطره ها بود. آرزوی آن را داریم که ترانه های تاجیکی، ترانه های کلاسیکی تاجیکی بگذار که همیشه در قلب شما باشد، در خاندان شما باشد. خیر عزیزان.